شما دیگه چه سازی بلدی؟ ساز یه ساز خیلی سازهای قشنگ مختلف مثلا میتونم هولم نکن خیلی منو هول میکنی. نه خود اجازه دارم یه ساز خوب مثلا یه ساز خوب ساز بادی ساز من درآوردیه. من می‌خواستم همین سوالو بکنم. جدا یه سری سازها هست که فقط مربوط به خود انسان میشه، به خود من میشه. این ساز من درآوردی بود درسته. میخوام یه سری یه آهنگ زیبا از کارتون حاج زنبور عسل رو خواهش می‌کنم برای شما اجرا کنم با همین ترومپتی که الان زدم. دقت کنید باید خیلی نفس شما نفس نکشید چون من میخوام نفس بکشم همه نفس رو من هوا کم نیارم. دقت کنیم. اینجا آب نیست. اون استکان آب برای شما؟ دقیقه بفرمایید. شما دهن زدی؟ نه خیر. دهن هاچ شما آورده. تمیزه. دیشب شستی درسته؟ مشکل. بریم بعدی آقا جون. خب با آهنگ بخونم؟ بله بفرمایید. دوست دارین؟ با آهنگ میخونم براتون. خب شما میتونید بایستید هیچ نه نشسته بهترم. وقتی وای میستم دوست دارم بشینم. چیزی از محمد رضا ندارین بگین؟ به محمد رضا حسینی گفتن تهران کجا میشینی گفت هر جا خسته بشم. دیدی گفت خیلی پول داره ها میدونستی؟ این الان 100 تا محمد رضا حسینیان داره. نوکر داره تو خونش. رفتم در خونش در زدم. نوکرش اومد در باز کرد. گفتم آقا خونه است. گفت نه خیر. گفتم آقا کی تشریف میارن؟ گفت والا خودش وقتی میگه بگو نیست معلوم نیست کی میاد. دیشب تلفن من جواب نداد. به بهانه‌های وای چه کاری میکنه. خب بفرمایید. شما مدیر مسئول بنده سوال نکنید. آفرین که حذف کردین صدا رو. مرسی. واقعا اما به نفعت میشد. میخوای بگم دقیقاً چی کاری؟ نه تو رو خدا نگید. میخوای پتازو بریزم رو آب؟ نه حالا ولش کن. چه پتایی داری من بریزم رو مرد حساب از تو موجی پاستوریزه من نمیشناسم. خب بخونم. کدوم آهنگ آماده این که بخونم؟ راهنما علیزاده. بریم. منم مثل تو مات این قسم، تو هم مثل من این شب و دعوتی، درست تو همین ساعت و ثانیه سزاوار زیباترین رحمتی. تو این سال عجیب و غریب دوتا قول میخوای که روشونته، تو از هر مسیری بری میرسی، تو از هر دری بگذری خونته. از این سفره معجزه دور نیست، ببین دست دنیا تو دست منه. دعا میکنم تا اجابت بشه، دعا میکنم چون دلم روشنه. من از عشق بارون به دریا زدم، به بارون و به آسمون دعوتی. چه مهمونی با شکوهی شده تو این لحظه‌ای که هم صحبتی. کافیه؟ کسی قراره بیاد از مهمانا؟ جان؟ کسی قراره جای من بیاد؟ نه ببین دیگه خواننده دعوت نکنی. چرا؟ چون من جای همه خواننده مثلا مثل کی دیگه؟ همه هر کی. حالا یکی دیگه بخونیم مثلا. من شنیدم مانی راهنما قراره بیاد اینجا. بله. لو دادم نه نباید میگفتم. نه نداره حالا گفتین دیگه. اما اگه اجازه بده مانی با صدای مانی هم میخونم. خب بخونید. اول مانی بیاد بخونه بعد من با صدای مانی میخونم. اول من بخونم اونجوری مانی دیگه از سکه میفته. اعتماد به سقف داری شما. اعتماد به سقف میخوام دیگه به سقف رسید. چه اعتماد به سقف؟ من در خدمتتون هستم. شما قرار بود نشسته بخونید. نشسته بخونم؟ تحت تاثیر قرار گرفتم. تحت تاثیری؟ تحت تاثیره؟ نقی نهار نخیردیم. ببین صاحبش تا کجا اومد. کجا؟ ببین صاحبش تا کجا اومد. ایشون کیه؟ ایشون صاحبشن قربان.
به شما پیشنهاد الان بخونم آقای بله تهیه قربان. کننده. بله بله. موهاتو کجا سفید کردیم؟ بهت هم میاد اتفاقا. الان از مانی بخونم؟ بله بخونم. مانی ناراحت نشه. مانی جان اجازه هست؟ منو میبینی تو اون دور دست ها؟ ای مانی رهنما، من همینجا به تو لقب دمشق برداشت کوکاش رو میدم به عنوان یک خواننده تلاش اول، یک خواننده بسیار با شخصیت. تصویربردار خوبمون وقتی به اون طرف نگاه میکردم به من میگفت این بر رو نگاه کن. کجا رو نگاه می؟ دور دست ها مانی ایستاده است و من با صدای مانی برای شما میخوانم. پرنده هم قفس هم خونه من، زمستون رفت و شد فصل پریدن. همین دیروز تو از این خونه رفتی، ولی از اومدن چیزی نگفتی. مرا در حسرت یک دشت آواز، تو را در سر هوای خوب پرواز. من اینجا موندم کنار ممرزا، تو بیا باقی شو بخون مانی جان. من بازم بیام اینجا. خیلی از این لوکیشن، از این فضا خوشم اومد. ماهیار دیدی؟ حتی ببین لیوان دهنی استاد خوردم، احساس کردم که هنر در من تزریق شد. آقای رهنما بفرمایید. سلام علیکم قربان. سلام علیکم. حال شما چطوره؟ قربان شما، مرسی. عید شما مبارک. قربان مانی شما، عزیز. شکرم. قربانتون. قربونت برم. خیلی خوشم. آقای سرخی، بله بله. جناب آقای ریوندی. خواهشم. نه آقای ریوندی رو من نمیشناسم. من نمیشناسی؟ چطور؟ الان با هم آشنا میشیم. عیدت مبارک. بعداً عید همگی مبارک باشه. خواهش میکنم. بله. آقا دیدین چه پوستی کردن از شعر؟ نه خواهش. یعنی خراب کردم درسته؟ نه آقا خیلی بودم در واقع. خواهش من داشتم فکر میکردم چرا تو اول نخوندی آهنگو. ما مخلص شدیم. احتمالاً که همه پرنده ها پرواز میکردن بود. اتفاقا من بچه بودم تو بغل مامانم شیر و کیک میخوردم، صدای مانی رو دوست دست داشتم. درد نکنه. این مانی از کی میخونده؟ کیک دیگه ماجراش چیه؟ کیک میخوردم، کیک دوست داشتم. کیک. آقا خیلی خوشم بغل اومد. مامان شیر. ببین هر چی که مربوط به خوردنی باشه ممرزا سریع میگیره و خوشش میاد. چند وقت پیش آقای سرخیز مانی استودیو به هم نریزی خورده فوتو کنترل. ببین مانی منو نگاه کن. شما یه مقدار توپلی ها. یه مقدار تو چون قد بلنده به هیکلت میخوره. بله. ممرزا چند وقت پیش به من میگفت که حسن جون میخوام وزن کم کنم، به نظر تو چی بخورم؟ فکر کن واسه کم کردن وزنم میخواد بخوره یه چیزی. واسه وزن کم کردن که نباید بخوری، ولی چیزی رژیم بگیری کمتر. چیزی نداری قربان درباره ممرزا؟ ممرزا کی؟ ممرزا شما؟ بله بله. عرضم بزرگتون که ممرزا حسینیان گلوله شلیک نکرده. قبلا به این توپلی نبود، کم کم به مرور زمان توپل شد. مدتی بود به من میگفت من از دور خیلی شبیه مارلن براندو ام. بهش گفتم از دور مثلا چقدر؟ گفت از مثلا 5 6 کیلومتر. آدم نقطه دیده میشه تو 5 کیلومتر. چطور اینجوری شبیه دیده شده من نمیدونم. شبیه خودت باش، هیچ وقت نخواه که جای کسی رو بگیری. جای خودت رو پیدا کن. چش قربان. ببین الان تو جات دادی به مانی، این کار قشنگ بود. دست شما درد نکنه. این کارو من دست شما می‌پسندم. درد نکنه. خب بریم. آقای رهنما خوش اومدید. آقای رهنما سلام بکنید. الان من انگار دارم من مجریگری میشم. دقت دقت از خوبه. وقتی اومدم تو دیگه ماسک شدی. عاشقی ندارم. من در خدمت. بفرمایید. درود میفرستم به همه بینندگان عزیز این برنامه. خیلی خوشبختم که در مبعث پیامبر در خدمتتون هستم و انشالله روز خوبی داشته باشید. خیلی خیلی خوش اومدید. من هر چقدر دارم فکر میکنم تصاویر خیلی قشنگی از همنشینی با شما، برنامه‌های خیلی خوب، اجراهای خیلی خیلی خوب داشتیم. امیدوارم امروز یکی از اونها باشه. خب یه بخش رو می‌خوام تماشا کنیم ظاهراً با هم و برگردیم و ادامه میدیم با دوستان. همش منو نشون بدی. اصلا کیف میکنم. البته مانی هم دیگه بالاخره اومده.